جاهلیت اعراب جاهلیت و جاهلیت آخر الزمان. زمانی فرا میرسد که از ایمان جز نامش، از اسلام جز اثرش و از قرآن جز تدریسش چیزی باقی نمیماند. مساجدشان از حیث ساختمان آباد است ولی یاد خدا در آن نیست. ظهور نزدیک است. پول خدای آنها می شود. تجارت و کسب و کار دچار سختی و تنگی می شود. امتم نماز را ضایع می کنند و نماز خواندن آنها هیچ اثری در زندگی آنها ندارد. رشوه را به اسم هدیه حلال می کنند. بر امت من زمانی بیاید که به خاطر طمع دنیا درونشان فاسد و ظاهرشان خوب می شود. آنها هیچ کاری را به خاطر خدا انجام نمی دهند. کارهای ایشان بر محور ریا دور می زند. و هیچ باکی ندارند که خداوند آنها را به عقوبتی مبتلا نماید. دعا می کنند مثل دعای شخصی که در حال غرق شدن است ولی دعایشان مستجاب نمی شود. ظهور نزدیک است. حج ثروتمندان برای تفریح، حج طبقه متوسط برای تجارت و حج فقیران برای ریا و جلب توجه است. زنان لباس مردان را بپوشند و حیا از آنان گرفته می شود. و زنان آرایش سرشان همچون کوهان شتر است، نمازشان پذیرفته نمی شود. به ظاهر پوشیدند ولی عریانند. بوی بهشت به آنها نمی رسد. آنها را لعنت کنید. آقا امیرالمؤمنین فرمود جوانان شرب خمر و موسیقی را حلال می دانند. خونریزی ها بسیار می شود و جاهل می گوید پس خاندان محمد به چه درد ما می آید. آقا امام صادق فرمود هم و غم مردم شکم و شهوتشان است و برای آنها مهم نیست که چه میخورند و با چه کسی دفع شهوت میکنند. با 4 پایان آمیزش میکنند. پزشکان امت من چهره مردم را مسخ میکنند و زنده به گور کردن دختران باب می شود. آقا امام صادق فرمود به مؤمنان واقعی ابله و بی عقل می گویند. آقا رسول الله فرمود ای علی بدان که شگفت‌انگیزترین مردم از جهت ایمان و عظیمترین آنها از جهت یقین مردمی هستند که در آخرت زمان خواهند بود